تجربه که اولا داشتن، بچه‌ها خب تجربهشو نداشتن و ما بهشون توضیح دادیم که آقا مثلا اینجا اینطوریه اینها، ولی ما دخالت نباید بکنیم. معمولا ما اینطوری، من مثلا اینطوری هم میرم توی جایی شرکتی میگم آقا من تکنیکال میدونم، همیشه مطالعات تکنیکالی دارم، ادامه میدم، ولی به طور کلی هیچ وقت چیز نمیکنم، دخالت تو کارتون نمیکنم. مشاوره بهتون میدم اگه جایی بلد باشم از تجربتون، ولی هیچ وقت دخالت نمیکنم. ولی اگه بدونید خیلی بهتون کمک میکنه. من فهمیدم که یه سری گلوگاه‌های شرکت، مثلا شما می تو تکنیکال دپت، ما یک از چیزایی که داریم تکنیکال دپت هاست. شما اگه نتونید تکنیکال دپت رو بالانس کنی و مدیریت بکنی و بدونید چی رو الان بعد چون این بچه فنی دیدگاه‌های متفاوتی با ماها دارن تو بحث بیزینس و شما باید اون دیدگاه‌ها هم درک کنید. اگه نتونید درک کنید میری توی تکنیکال دپت ها و میری توی حالا بحث‌های تکنولوژی محورها و بحث‌های این تیپی شما رو میزنن زمین. این هم خیلی مهمه که شما اگه اینو نداشته باشید واقعا یکم چالش میشه براتون، بعدن تو ریسکاتون مدیریتش سخته براتون، بحث دلیوری کردن چالش می‌کنید. ولی هر چی داشته باشه، علم هر چی باشه خوبه، حتی اگه در حد دیفینیشن ها و در حد کلیات باشه. در تو این اسلاید هم که شما گفتید اسلاید خیلی سنگینه، من از کجا شروع کنم؟ یه چیزی گفتید، من یه قانونی رو اشاره کنم. اول اینکه پروتوتایپی که ما میخوایم مهمه. ما یکی بی تو سی داریم، یعنی بی تو بی داریم، یکی بی تو بی تو سی داریم و بی تو جی داریم. حالا همین مدل‌های مختلفی از پروداکت ها هستن و دیدگاه‌های متفاوتی دارن. یادمون نره پروداکت منیجر اصلی ما سی او هست دیگه، که اومده تفویض اختیار کرده و پروداکت منیجری رو اومده داده مثلا به ما. پس اینو اول تو ذهنمون داشته باشیم. مثلا تو پروداکتایی که بی تو بی ان و اول راهن و عملاً ما دیدگاه‌های خوبی نسبت به اون پروداکت نداریم و اون مدیر عامل احتمال خیلی اطلاعات داره، ولی خب ما باید بالانس کنیم دیگه. یکی از کارهای ما این پروداکت منیجر اون به قولی تو اجایل میگه interaction and visualize over process and tools. شما هم باید همین رو واقعا رعایت بکنید، تعامل کنید. شما هیچ وقت چیز ندارید، اون اتوریتی خاص رو ندارید و باید تعامل کنید و با تعامل و دیتا بتونید مثلا دوستان رو مثلا توضیح بدید. به عنوان مثلا من مدیر عامل من 65 سالشه و تعامل باهاش نسبت به یک آدم مثلا 30 سال 40 سال هم سن خودمون خب خیلی فرق میکنه. ولی خب باید تعامل کنیم دیگه و یاد بگیریم که چی کار کنیم. و یکی از ویژگی‌های حالا پروداکت منیجر سافت اسکیلاشه. حالا بحث سافت اسکیل خیلی مهمه و بتونید تعامل انجام بده و مدیر عامل خیالش راحت بشه. اوکی پس حواسش هست من زیاد بهش سیخ مثلا نرم تو این والوش بشم و فلان بکنم. پس این یکی از ویژگی‌های مهم ما توی حالا پروداکت منیجمنت هست. و بحث بعدی اینه که یادون نره یه قانونی هست به نام 2080 مثلا تو پروداکت بی تو بی میگه که 80% درآمد شما رو 20% از مشتریاتون میسازن. این یادمون نره. ولی اینم یادمون نره که کاستامر هر چی میگه اون نمیتونه بشه. اینم یادمون نره. ولی میبینید یه مشتری جز اون 20% نشه که همش هر چیزی میگه قبول کنید. نه، برید اینترویو کنید باهاش، ببینید واقعا آیا اون چقدر چالش داره، آیا میتونید مثلا با یک روش دیگه‌ای مثلا مشکلشو حل بکنید. بعد برید مثلا دیتا جمع آوری کنید که این مشتری که ما داریم اگر دست بره چه جوریه، آیا اصلا این فیچری که میخواد الان ممکنه یلد کنه داد بزنه و بگه آقا من اینو میخوام و واقعا داد میزنه، ولی میری تو عمل میبینی که مثلا طرف بهش لانچ هم میکنه هیچ استفاده هم نمیکنه. پس اینجا اون ویژگی ماست که ما بتونیم اینو درست برداشت کنیم و ببینیم واقعا آیا نیاز اون مشتری و بقیه مشتریای مشابه هست یا نه و آیا نریم توی خودمون درگیری افورتی بکنیم که آخرش ولیوی نداشته باشه. این دیگه بالانس کردن ماست دیگه. اگه ما نتونیم اینا رو هندل بکنیم عملا ضرر بزرگی کردیم. KPI هم که گفتید من قبول دارم. ما الان خودمون تو پروژه خودمون مثلا KPI نداریم. من دارم چون پروژه ما بی تو بیه، ما اومدیم از رو بی آی داریم استارت میزنیم و طراحی کردن KPI رو میبریم تو بی آی هستن، چون اینا به هم وابستگی دارن و KPI رو داریم در اون مرحله تعریف میکنیم که حالا بیزینس بیاد رشد بکنه، چون پروژه با هم چند پروژه با همن و با هم تعامل بالایی دارن. ولی خب تو بی تو سی ها مخصوصا تو KPI ها خیلی مهمه. شما یک اپلیکیشن دیوار تعداد درخواست‌های روزانه‌اش اون ثبتی که میکنه بر آگهیش مهمترین KPI شه. حالا KPI هم مدل مختلف داریم، بحثی ندارم دیگه. تو این بحث میگم اینقدر چیز کردید که گروس مانسنت رو مطرح کردید. ببین مدیر عامل برای چی میگن رشد نمیخوایم بکنیم؟ چند دلیل داره.
آدمای اومدن از قبل که گفتن ما رشد می‌کنیم بهتون، ولی دهنشون رو صاف کردن. از این رو یادم نره. تجربه اون مدیر عامل به نگاه کنید، مدیر عامل قرارن گیر چه آدمایی کرده. اگر گیر آدمای ناتوی کرده، قطعا بگم ناتو ما نداریم، خود مدیر عامل نتونسته با اون مچ بشه به نظر من و نتونسته زبونشو بفهمه و معمولا هم ایران ما هم همینطوریم دیگه، خود همیشه تقصیر میدونیم تقصیر بقیه، در صورتی که هم مطمئن باشید اکثر موارد واقعا اینطوری نیست. اینجاست که من بعید میدونم کسی با رشد مخالف باشه، چون اگه رشد نکنی زمین میخورید دیگه. یعنی مثلا شما تو پروداکت داره چی میگه، اجایل چی میگه کانتینیوس ایمپروومنت، اگه اینو نداشته باشی میشه دردت میخوره دیگه، بنظرش دور دیگه، برو مثلا شرکت بیرون، برو توی مثلا یه ساختار دیگه ای هستن. شرکتی که به این اعتقاد نتونه پیدا کنه، بازم اینجا کار ماست دیگه. یعنی حالا کار پروژه منیجر ممکن نباشه، ولی اجایل کوچ اگر باشید میتونه خیلی کمک بکنه، بتونه این دیدگاه رو مایندست رو به وجود بیاره در استک هولدرها. باز بعدی مورد بعدی مارکت و بحث کاستمر سکشن و سگمنت رو مطرح کردید که مثلا مدیر عامل میگه ببینید مدیر عامل ها معمولا از چیز میان، کانال میان، بعضی کانالشون مارکتینگیه، بعضی کانالشون تکنیکالیه، بعضی هم کانالشون لیدرشپی. معمولا سه تا مدلی که من زیاد باشون ارتباط برقرار کردم، مدیر عاملایی که حالا داشتیم اینان، بعد ببینید که رگ خوابشون چیه دیگه. این رگ خوابه رو مهمه، اگر نتونید رگ خواب مدیر عاملتون رو پیدا بکنید به عنوان کسی که حالا داره ارتباط برقرار میکنه و پروداکتی که عملا شده که اون تفویض کرده به شما رو نتونید باش هندل کنید، مطمئن باشید که پروداکتتون آخر به نتیجه نمیرسه اگر شما حتی 1000 تا زحمت هم بکشید. پس این رگ خوابه رو پیدا کنید. این نگید که نه ولش کن مدیر عامل مثلا ما مزخرف اینا و در کل در نهایت فلان و اینا. یه چیز دیگه هم مطرح کردی به نام دیزاین. میگم اینقدر مطرح کردم من مجبورم اصلا کنم یه چیزی بگم و برم جلو. دیزاین من خیلی قبول دارم، من آدم دیزاینری نبودم ولی مجبور شدم برام وارد دیزاین بشم، از بس که واقعا دیزاینر خوب نداشتیم. یعنی عزت که شدیم تو بحث دیزاین و دیزاینری داشتیم که اصلا متناسب با یو ایکس سرچ و متناسب با اون استاندارد نبود. حالا الان یکم یو ایکس سرچر داریم ما توی ایران، من دیدم، و حالا یه سری دیدگاه‌های متفاوت مثلا بی ای اومده ترکیب شده مثلا با یو ایکس سرچر هم کمک می‌کنه و خیلی کارا این تیپی. ولی دیدگاه دیزاینری رو باید داشته باشیم. حالا باید که بازم میگم کمک میکنه. یه وقت شما API مارکت منیجر خب زیاد نیاز نداره به دیزاین، ولی یه وقتی خودت مثلا خود پروداکت منیجرید، آره مثلا یه جای تکنیکال پروداکت منیجرید، اینا هم بهتون میگم اینا هم باز خودش متفاوته. تو جهان پروداکت منیجرها تقسیم کردن، تکنیکال گروس پروداکت منیجر، تکنیکال پروداکت منیجر، API پروداکت منیجر و بحث این تیپی. خود اینها باز دوباره دنیایی شدن برای خودشون، چون به نتیجه رسیدن که نمیتونه یه آدم همینا رو بلد باشه دیگه. بابا تو یه جایی میتونه، ولی یه جایی باید یه سری چیزا دیپ‌تر باشه. پس اینا رو جدا کردن تو شرکت‌های مختلف کار کردن. کل صحبت من والا اگه جای چیزی جا انداختن دیگه عذرخواهی می‌کنم، ماشاءالله زیاد این اسلاید. ممنون ازت مصطفی. مرسی، خیلی کمک کردی بهمون. کاری نمی‌کنیم. خب اگر که نکته نیست که بریم اسلاید بعدی. اسلاید بعدی باز یک گریزی هستش نسبت به مدیریت محصول و مدیر پروژه، مدیر محصول و مدیر پروژه که حالا ما مفصل هم صحبت کردیم. حالا علی این رو خودت توضیح میدی لطفا. البته حالا همونطور که گفتید راجع به این خیلی مفصل صحبت کردیم. من امیدوارم که اگه توضیح میدم تکراری نباشه خیلی، یعنی روی خود این اسلاید خیلی حالا تکراری صحبت نکنم. خب همونطور که اینجا نوشته، زمانی که ما میریم توی مدیریت کردن یک پروداکت، اولین کاری که پروداکت منیجر باید بتونه با جدیت انجامش بده اینه که یک پژوهشگر خوب باشه. یعنی پروداکت منیجر باید بتونه خیلی خوب کیس استادی کنه، باید بتونه خیلی خوب بره از منابع مختلف، از ریسورس‌های مختلف اون کارهایی رو که براش بسازه راجبشون مطالعه بکنه، درباره بیزنس مطالعه بکنه، در مورد مارکت مطالعه بکنه، در واقع یک دانش خیلی خوبی کسب بکنه از اون محصولی که شده مدیرش، از اون محصولی که قراره بیاد بیرون، از گوله‌های اون محصول، و به نوعی یک دید کاملا جامع داشته باشه نسبت به اینکه
در واقع میخواد چیکار بکنه، تیم باید چیکار بکنه. و خب از اون طرف وقتی که این دید جامعه رو پیدا کرد، محصول رو خوب شناخت، میتونه برای محصول بیاد در واقع یک آینده تعیین بکنه، میتونه برای محصول یک ویژن تعیین بکنه که اون محصول قراره به کجا برسه و قراره چه کارهایی ما با اون بکنیم. از اون طرف زمانی که ویژن رو تعیین کرد و به محصول هم مسلط شد، میتونه اون رو منتقل بکنه به بقیه زینف‌هایی که همونطور که دوستان گفتن ممکنه افرادی باشن که خیلی اطلاعات ندارن، یه شخصی فقط پول داره اومده اونجا کاری رو خواسته شروع کنه، یا نه اطلاعات دارن. بالاخره این ارتباط گرفتن با اون ذی‌نفعان ما وظیفه این مدیر محصوله و خب این نیازمند اینه که بتونه با این مهارت خوبی انتقال بده اون دانسته هایی که داره رو برای اینکه طرف مقابل هم بفهمه این چی داره میگه. و خب برنامه‌ریزی استراتژیک کسب و کار ما رو هم مدیر محصول انجام میده. اینکه ما در آینده می‌خوایم چیکار بکنیم، چه اهدافی داریم، محصول ما رو چطوری رشد کنه با توجه به اون دیدی که نسبت به مارکت داره و اون در واقع همکاری که با تیم بیزینس میتونه انجام بده. در واقع مدیر محصول باید با تمام این تیم‌ها در ارتباط باشه و از اونها فیدبک بگیره، گزارش اونها رو بگیره، روش نظر بده، اصلاح کنه و در نهایت پروداکت رودمپ رو بر اساس اون استراتژی پلنی که داره بریزه که در چه فازهایی چه تاسک‌هایی باید دیده بشه. حالا دقیقاً برخلاف چیزی که ما این طرف داریم توی پروژکت منیجمنت، اگر پروداکت منیجر یک شخصه که نگاهش بیشتر یه لول بالاتره به پروداکت از بقیه اعضا، پروژکت منیجر خیلی اینطور نیست. پروژکت منیجر کاملا درگیر با تمام بخش‌های پروژه و خب حالا علاوه بر این که وظیفه‌ش اینه که تسک‌های هر کس رو مشخص بکنه چجوری بره جلو، تایملاین برای پروژه و ریسورس ها رو من در واقع برنامه‌ریزی بکنه و تعیین بکنه، بودجه بندی کنه برای کار، مانیتور بکنه، بیشتر وظیفه نظارتی داره، وظیفه نظارتی و مدیریتی داره. در حالی که پروداکت منیجر علاوه بر اینکه یک نگاه کلی نسبت به کار داره، وظیفه کاملا اجرایی داره که اگر در واقع کارش رو اشتباه انجام بده، برنامه‌ریزی رو اشتباه انجام بده، نتونه درست کارش رو انجام بده، کل تیم ضربه جدی می‌بینه. ولی توی پروژکت منیجمنت اعضای تیم پروژه هر کدوم یه بخشی از کار رو گرفتن و دارن می‌برن جلو. پروژکت منیجر وظیفه‌ش نظارت بر اون اعضاست. حالا تا اینجا امیدوارم تونستی توضیح بدم. نکته چیزی نداره؟ خب. و حالا اگر ما بخوایم تمرکز مدیر محصول رو بگیم، تمرکز مدیر محصول خب گفتم روی استراتژی، روی ایده پردازی، روی تحلیل هاست، ولی از اون طرف مدیر پروژه به هدف محصول کمتر توجه میکنه. میخواد که خود پروژه دلیور بشه، فقط یه بازه زمانی داره، یه اسکوپ محدودی داره، دقیقا همون بحثی که اول جلسه هم داشتیم و توی اون اسکوپ باید کار برسه به هر شکلی. و خب از اون طرف اگر اسکوپ پروژه تغییر بکنه، مدیر پروژه باید بره دوباره بودجه بگیره براش، باید بره تایملاین رو عوض کنه، باید بره نیرو بیاره، نفر بیاره و خیلی در واقع برنامه‌ریزی که مدیر پروژه میکنه با توجه به تارگت هایی که ست شده و باید بهش برسه و خب مدیر پروژه با تیم های بیشتری در ارتباطه و گسترده تر به این را البته مورد دیگه ای فکر نمی کنم روی اون باشه. بیشتر از این توضیحات دادیم، یعنی توی مدت راجع به صحبت کردیم. ممنون ازت علی. من تنها جایی که با این قضیه مدیر پروژه درگیر بودم توی علی بابا بود. اونجا هم اینجوری بودش که من موقعی که وارد شدم اینجوری بودش که
یه سری مدیر پروژه وجود داشتن که نقش ناظم رو داشتن یه جورایی، اینکه آقا کارا داره انجام میشه. حالا توی یک مرحله گذاری بودش که هم پروژه داشت هم پروداکت داشت، بعد مدیر پروژه ها توی قضیه پروداکت دخالت میکردن، توی اسپرینت و اینها میومدن اسپرینت میبستن. در حقیقت مدیر محصول باید اسپرینت ها رو گزارش میداد به مدیر پروژه، یه همچین چیزی که اون مدیر پروژه بتونه در حقیقت خوب مدیریت کنه پروژه رو. و خیلی شرایط خیلی عجیبی بودش ترکیب این دوتا در کنار هم، چون هر کدوم یک فاز دیگه ای داشت. اصلا مدل آدم‌هاش متفاوت بود. این بر نظم رو میخواست، اون بر خیلی آدم‌های ماجراجویی بودن که دنبال این بودن که اتفاقا بی‌نظمی رو میخواستن مدیر محصول‌ها. و بعد از یک مدت هم برداشته شد قضیه، مدیر پروژه کلاً کنسل شد، تبدیل شد به یک واحدی به اسم برنامه بودجه. یعنی آدم‌هاش رفتن تو اون واحد که کار حالا این که بودجه چقدر باشه، KPI چقدر باشه، KPI ها چیه و این داستان ها رو داشتن درست میکردن. برای همین من تجربه خیلی دقیقی در کار کردن با مدیر پروژه ندارم، اما این دوتا رو کنار هم دیدم و خیلی فضای عجیبی بودش. یعنی اونجا هم آدم ها خیلی شاکی بودن از مدیر پروژه ها و دنبال این بودن که زیرابشون رو بزنن و مدل عوض بشه و بره مدیر محصولی. البته مدیر عامل‌ها مدیر پروژه رو بیشتر دوست دارن. دلیلش هم اینه که بهشون میگن که اسکوپ چیه، چقدر بودجه میخوان، چقدر بهشون کی تحویل میدن. یادمونه برای همون معمولا مدیر عاملایی که حالا آشنایی ندارن زیاد با دیدگاه‌های لین و حالا اجاره اینها، معمولا یک طرز تفکر اشتباهی هم توی این قضیه دارن و مثلا مدیر پروژه ها قدرتمند میشن بعضی جاها. اما این خیلی گذراست فکر میکنم دیگه. یعنی احتمالاً یه بار که مثلا توی فضای آیتی یا استارتاپ ها اینها، یعنی اگر یک بار طبق اون دقتی که مدیر پروژه داده دقیقاً همون موقع دلیور بشه و اون چیز رو بگیرن ببینن این که کار نمیکنه، اونجا دیگه تا حدود خوبی میفهمن که مایندست رو باید عوض کرد. آره، ولی در کل یه اصطلاحی داریم میگیم که اون چی اسمش، علف باید به دهن اون بوزه شیرین باشه. در کل شیرین هست براشون. آره، ولی خب موافقم یکم جلوتر که برن مایندست چنج بشه. مثلا مایندست من تو نوبار پشت داشته باشه که کاملا فاندری که وجود داشتش، حالا مدیر عامل هم بود، نگاهش کاملا پروژه‌ای بود، چون از کار ساختمون میومد، کار ساختمونی و عمران و معماری اینا انجام داده بود و 1.5 سال طول کشید که این نگاه رو بذاره کنار، هرچند که هنوز هم اون نگاه داره. یعنی یا این کی تموم میشه، اینو کی تحویل میدی، بشین یه نمودار بده به من بگو که این کی تحویل داده میشه. اما تا حدود خوبی براش جذاب‌تر بود. هرچند یه نکته‌ای که وجود داره اینه که هر چقدر اون مدل اسکرام، من اینجوری تجربه کردم، مدل اسکرام خیلی کمک میکنه به این گزاره. یعنی اگر که جلسات اسکرام، جلسات ریویو، جلسات رترو، یعنی اون نظمی که اسکرام تا حدودی حفظش کرده رو اگر که اون مدیر عامل ببینه، خیلی گذر کردن از این مدل مدیر پروژه به مدل مدیر محصول خیلی راحت تره تا اینکه بگیم آقا نه اصلا وجود نداره، خب خداحافظ شما، ما میریم اینو میزنیم، خیلی مبهمه دیگه، شما دخالت نکن توش. برای همین این مدل تغییر دادن این مایندست هم خب خیلی کار سخت و مهم و دقیقی باید باشه. موافقم. ما حالا یه چیزی هم بهتون بگم، ما چند وقت پیش، یک خاطره شاید بد نباشه بدونید، چند وقت پیش ما پروداکتمون دچار تکنیکال دپت بالایی داشت. پروداکتی که ما داریم کار میکنیم بودن 4 سال داره کار میکنه و من ویو بدم و 4-5 سال حداقل داره کار میکنه و این پروداکت هیچ وقت درست دیزاین نشد و پرفورمنس چک نشد. موقعی که رفت لانچ شد تازه تکنیکال دپت روک شد و مشخص شد و مدیر عاملمون که فکر میکرد که مثلا ما اشکال داریم اومده بود به اسکرام مستری که حالا بود گفته بود که از من تو همه گروه های تیم پی آی ام یا تیم ما منظورشون بود میخوام باشم. ایشون هم ادشون کرده بود، من همه رو پاک کردم، ریمووش کردم و صداش در اومد گفت چرا مثلا من ریموو کردی. رفتم باهاش صحبت کردم و بهش گفتم تو اگر اینجا اینوالو بشی اتفاقات میفته، این شرط پیش میاد، اینم تکنیکال دپت هاست، گزارش تکنیکال دپت ها رو میتونی ببینی، این مال این موقع نیست، مال فلان موقع است. در کل
باهاش تعامل کردیم اوکی شد. این خیلی مهمه. ببینید شما مدیر مسئولی اونجا؟ جان مدیر مسئولی یا اجایل کوچین اونجا؟ من هر جفتشم، ولی خب پوزیشن اون چیز اصلی پروداکت منیجره، ولی خب مسئول چنج منیجمنت شرکت هم هستم که لازم مجموعه اجایل کوچ مجموعه. ولی توتالی اینم یادتون نره مدیر پروداکت منیجر خیلی قوی باشن اگر میخواین با مدیر عاملای این تیپی برخورد داشته باشین. اگر نه چوب لا چرختون میکنن و دیگه باید فقط شما بدوید دنبال اونا، باید اونا بدون دنبال شما اگر میخواین که محصولتون واقعا موفق باشه. مثلا زمانی که میگم این مایندست هایی که آیه امیر حسین هم گفتش نداشته باشن خیلی چالنجتون بیشتره، ولی باش تعامل کنید. من خودم دیشب تا ساعت 3 داشتیم با مدیر عاملون، البته اونجا که اوکی براشون، برای ما یکم 3 برای اونا که ساعت 4 بعد از ظهرشون بود، ولی صحبت میکردیم، بحث میکردیم، تعامل میکردیم. مدیر پروداکت منیجرها باید خیلی خوب صحبت کردن یاد بگیرن، درست صحبت کردن رو باید خوب یاد بگیرن، قانع کردن رو باید یاد بگیرن، نگفتن رو باید خیلی یاد بگیرن. یادتون نره من اصلا میرم تو اینجا دوستان زیاد تعامل ندارن. عدم تعامل شما باعث میشه که بقیه بتونن بر شما سوار باشن و شما نتونید اونجا اونو تکرارش بکنید و اینو یکی از سافت اسکیل‌های مهمتونه. مواظب باشید روی این قضیه. حالا من اینجا این نکته گفتم چون دیدم خیلی تصویر نمیدن و این برای من مهمه، یا تعامل نمیکنن. اگه میخواین واقعا پروداکت منیجر خوبی باشید یادتون نره نه بترسید از تعامل، از درگیری، از دعوا، از خوشحالی، از جوک گفتن، از هر چیز دیگه‌ای که اتفاق میفته. سافت اسکیلتون خیلی مهمه. شما الان ریموت دارین کار میکنین با اونجا؟ بله ریموت. همه تجربهاتون ریموت بوده؟ درسته. آره اکثرا ما ریموت هم این درصد 10 برابری داره دیگه نسبت به حالت ریال، ولی ریموت بودیم. بله. یعنی چی درصد؟ جان یعنی چی درصد 10 برابر؟ یه چیزی بود 10 برابر درصداتون بیشتره دیگه، شما تعاملتون کمتره. آره باید اینو مدیریت کنید، منیج کنید. اینو اگه بتونیم امروز آخر وقت حالا یک تجربتون رو در کار ریموت مدیر محصولی با حالا شرکت‌های خارجی هم بتونیم بگی، بر من که خیلی جذابه که بتونم به کار ریموت مدیر محصول پیدا کنم. ممنون میشم. الان هر کدوم که فکر کنم بهتره. هر موقع که خواستید آخر میخواین که باش آخر. آره من داخلتون هست. خب علی جان اسلایدم زحمتشو بکش. البته این رو بگم، این اسلاید رو کاملا در موردش صحبت کردیم، برای من خیلی سریع دیگه از روش رد میشم، خیلی هم زمان نگیره. خب این که مدیریت محصول یعنی چی؟ خب اون تصویر کوچیکی که اون پایین میبینید UX و تک و بیزینس که نقطه اشتراک این سه تا میشه یک رولی که مدیر محصول بر عهده میگیره. در واقع باید به تمام این بخش‌ها یا خودش آشنایی داشته باشه یا با تیم‌هاش در ارتباط باشه و در واقع یک نقش هماهنگ کننده این وسط بازی بکنه. خب 3 محور داره. یک نقش سازمانیه، یعنی شما در سازمان یک رولی دارید به نام مدیریت محصول، یک استخدام میکنن براش و خب یک نقشیه که در سازمان تعریف بشه. خب مدیر محصول قبلا گفتم باید استراتژی ها رو بفهمه، باید بتونه فرآیندها رو مدیریت بکنه، باید بتونه خروجی تیم رو مدیریت بکنه. باید مثلا یکی از کارهایی که مدیر محصول باید انجام بده اینه که بازدهی تیم رو افزایش بده، ببینه که الان کجا تیم داره ضعیف عمل میکنه، چیکار بکنه که اون مشکل برطرف بشه، بازدهی افزایش پیدا بکنه. باید بتونه با عوامل بیرونی، با ذی‌نفعان، با مشتریان، با بقیه در ارتباط باشه، فیدبک بگیره، اون فیدبک ها رو در قالبی در بیاره که تیم بفهمه و بتونه اجرایش بکنه. فیدبک های بیزینس رو بگیره، فیدبک های بیزینس رو جوری در واقع بیان بکنه برای اون فنی که بتونن انجامش بدن و خب نتیجهش رو اعلام بکنه به مدیران بالادستی، نتیجه رو تست بکنه تو جامعه کاربران، ببینه که آیا این نتیجه مورد قبول هست یا نه و خب محصول رو در حدی توسعه بده در واقع که اون محصول برای کاربر قابل قبول باشه، کاربر بتونه با اون محصول استفاده بکنه و اگر مشکلی هست لایه اولی که باید بفهم کاربر ما این محصول به دردش نمیخوره مدیر محصول که اون رو اصلاحاتش رو شروع بکنه.
حالا علاوه بر اون فیدبک هایی که توی بیزینس میگیریم. و خب تفکرش هم باید محصول محور بشه. درباره تفکر محصول محور و پروداکت مایندست اسلاید قبلی صحبت شد که باید چی کار بکنیم. و خب یه نکته‌ای که خیلی اینجا مهمه اینه که مدیر محصول نیازی نیست الزاما مهندس کامپیوتر باشه، ولی باید یک درکی نسبت به بحث فنی، نسبت به بحث مارکت اینها داشته باشه. و خب برای اینکه درک فنی رو، درک اولیه رو داشته باشه، بفهمه تیم فنی چی میگن اینها، بالاخره باید آشنایی نسبی داشته باشه. ولی مثلا توی یکی از خود مثلا مقالات MCO من همین رو نوشتم که الزامی نداره مدیر محصول متخصص تمام باشه در زمینه‌های فنی، ولی آشنایی رو باید داشته باشه. اتفاقا مقاله‌ام در همین باره توضیح میده. یک شخصی که میخواد توی یکی از شرکت‌های آمریکایی استخدام بشه و با رول مدیریت محصول، در اولش روش مدیریت محصول نبود، اول دستیار بوده، بعد آروم آروم ارتقا پیدا کنه مدیر محصول. و در این باره صحبت می‌کنه که چقدر درک فنی برای یه مدیر محصول مهمه. و کسی بوده که به هیچ عنوان نه آشنایی با کامپیوتر داشته، هیچ نداشته، از یه اصلا سمت دیگه، از یه فکر کنم مدیریت پروژه بوده، سمتش نمیدونم، الان یادم نمیاد، از یه سمت دیگه رفته توی اون شرکت شروع کار کرده و به نوعی از صفر کارش رو شروع کرد تا مدیریت محصول برسه. علی جان شما کدوم کتاب فرمودی؟ سایت مینیسیو یه سری مقاله داره که داخل اون هست. میخواید الان لینکش رو بفرستم داخل؟ میخوایم که از کتاب خاصی برداشت شده مثلا The Hard Team؟ نه، مقالش ترجمه هست. ترجمه آره لینکش اگر شیر بفرمایید. خب من فقط با این قضیه مدیریت فرایندها یکم مشکل دارم، چون که حالا به صورت عمومی که جزء کارهای مدیر محصول نیست که فرایندها رو بخواد بهبود بده، فرایندهای در حقیقت تیم فنی رو حداقل جزء کارهای اسکرام مستره. خیلی کار حساسی هم هست به صورت عمومی، یعنی حداقل من تا جایی که دیدم انتظار خیلی کمه که این اتفاق بیفته و گارد واحدها هم خیلی زیاده. یعنی یکی از اون چیزایی که مدیر محصول قطعاً برای اینکه محصولش بهتر بشه ممکنه با درست کردن فرآیندها بتونه این قضیه رو حل کنه، اما اینکه وارد کار تیم‌های دیگه میشه خودش بحث خیلی چالش برانگیزی هستش. بله درسته. خب این رو پس من باید حذف بکنم از اسلاید که مدیریت فرآیندها درست. نمیدونم اصلا با فرآیندها ببینید واژه‌ها یکم آدم‌ها رو چیز می‌کنن دیگه، یعنی شما ما دارین حتی یه فرآیند منظورتون چی بوده آخر توی اینجا؟ چه جور فرآیند؟ اگر فرآیند مثلا میگم ارجاع مثلا لین، آره شما مسلما باید منیجش کنی، ولی اگر فرآیند منظورتون فرآیندی که تو سازمان‌های مثلا دولتی مثلا مطرح میشه، نامه‌نگاری‌ها، اتوماسیون مانندها، این آره این باید ریموو بشه. اینو بعد نیست کلیرش کنی علی عزیزم اگر اسلایدش آماده کردی. من بیشتر اینجا منظورم فرآیندهای سازمانی نبوده، یعنی حالا اونها که خب رول خودش رو داره که اصلا تو سازمان چیکار کنه، بیشتر فرآیندهای مربوط به تیم، اینکه ما اون خروجی تیم رو بهبود بدیم. یعنی شاید نزدیکتر باشه به نکته که آقای حسین خجو گفتن که شاید رول اسکرام مستر باشه، ولی این نکته که شما فرمودید بله به این هم نزدیکه، اینکه اون فرد توی تیم بیاد و در واقع یه سری کارها بکنه برای اینکه تیم رو بهبود بده، عمل کردش رو. البته من فکر میکنم که همون حالا فرآیندی در هر لایه‌ای، حتی بگیم نامه‌نگاری اداری، مدیر محصول یکی از چیزهایی که خیلی میتونه به محصولش، اگر بگیم که هدف نهایی اینه که این محصولی باشه که کار میکنه، واضح درآمدزایی ایجاد میکنه، اینها باید حواسش به همه فرآیندها باشه اتفاقا و با یک زیرکی خاصی هم اونها رو درست کنه. یعنی حتی اگر میبینی که الان گیره این محصول اینه که مثلا مدیر عامل ارتباطش با نمیدونم واحد مثلا محتوا خوب نیستش،
یا اینکه محتوا داره خیلی فرآیندش آروم پیش میره، با یه فیچر ممکنه حل بشه فرآیندش، یا ممکنه با یک مدل عوض کردن حل بشه و مثلا سرعت تولید محتوا، سرعت اد کردن محتوا زیاد بشه. خب این به نفع محصولشه که این کار بکنه. اما خیلی جز اون کارهاییه که خیلی اون بحث لیدرشپ یا اون بحث سافت اسکیل ها توش خیلی مهمه. یعنی اصلا اونها تعیین کننده است که تو بتونی تو این قضیه حل کنی مشکل تو، باتل نکار رفع کنی یا نه. آره من موافقم با شما. دقیقا ما هم تو شرکت خودمون یک روایی داریم به دیتا تیم و اونها کار اپریشنالی رو انجام میدن، ما کار خود پروداکشنی رو با هم تعامل میکنیم، سه جا رو با هم اصلاح میکنیم دیگه. اگه منظور فرآیند اون مثلا مشابه اینه که درست، دقیقاً کاملا موافقه باشم. اوکی. من جواب رضا رو بدم. فقط بالاتر گفته بود که ضبط میشه یا نه ضبط نمیشه. البته از اون تایمی که تو گفتی ضبط میشه یا نه، من ضبط رو زدم دکمه‌اش رو، هرچند مطمئنم نیستم که با چه کیفیتی ضبط بشه. و یه جا هم گفتی که مدیر پروژه کار رو خوب انجام میده و مدیر محصول اولش کار خوب انجام میده. آره کار خوب رو انجام میده، که فکر میکنم که نکته درستی باشه. اینکه خود پیدا کردن اون کار خوبه بخش خیلی مهمی از کار مدیر محصوله. یعنی اصلا یه وقتایی مثلا توی سازمان هایی که ساختار درستی پیدا نکردن، یه وقتایی اصلا مهمترین مسئله اینه که تو پیدا کنی که الان باید چیکار کرد تا اینکه مثلا کار خوب انجام بشه. خود این قضیه که سازمان مثلا داره میره به سمتی که اصلا هیچ ربطی به متریک ها و KPI هاش نداره، فکر میکنم که خیلی خوبه. مثلا فروشش داره زیاد میشه، در صورتی که یک گیری این وسط هستش که اگر درست نشه اصلا کلا زیر سوال همه این داستان. و پیدا کردن اون کار خوبه خودش بخش خیلی مهمی از کار مدیر محصول. من لینک مربوط به مقاله که علی گفت رو هم اینجا گذاشتم که میتونید بخونید. خب اسلاید بعدی در رابطه با مقایسه مدیر محصول و پروداکت اونره. علی اگه اجازه بدی من خودم تو خارج از این اسلایدی گذاشتی اول یه چیزی بگم، بعد دیگه حالا تو رو اسلایدت پیش ببری. خب این من یکم روی کرد تجربه محور ببرم قاطی این قضیه کنم. یه داستان خیلی مفصلی داشتیم ما تو علی بابا سر این قضیه. علتش هم این بودش که اونجا هر دو تا رول وجود داشتن و معلوم هم نبود چرا به وجود اومده و یک دعوایی از اون زمانی که من دقیقا وارد این قضیه شدم، یعنی از پارسال تا آخر سال گذشته، سر این قضیه وجود داشت که مدیر محصول چیکار میکنه، پروداکت اونر چیکار میکنه، این چرا تو کار اون دخالت میکنه، اون چرا تو کار این یکی دخالت میکنه. و ما یه سری تحقیقات انجام دادیم روی مدل هایی که بودش و کارهایی که میکرد. من یادم نیست اون مدل ها رو، اما چیزی که آخرش خودم به این نتیجه رسیدم خیلی تجربی میخوام بگم. ببینید پروداکت اونر یک لفظی که توی اسکرام وجود داره. حالا هر جای من شما میگم مصطفی چون لطفا تصحیح کن. پروداکت اونر یه لفظی که توی اسکرام وجود داره و یه تعریف خیلی مشخصی داره. یعنی توی اسکرام گفته که ما یک رول داریم به اسم پروداکت اونر که این کارو میکنه، توی این جلسه ها هست، توی این جلسه ها نیستش. توی حالا اون داکیومنتی که هستش، اون سکشن مالک محصول میتونین کامل بخونید که نقش پروداکت اونر چیه. اما مدیر محصول تعریف مشخصی نداره اصلا. یعنی هر کتابی اومده به یک شکلی تعریف کرده، حالا هرچند توی یک سری چارچوب‌ها مثل سیف من دیدم که مدیر محصول هستش، اما به اون قوت پروداکت اونر که فقط در یک چارچوب وجود داره و دیگه جای دیگه‌ای در واقع صحبت نشده و میشه دقیقا فقط به همون رجوع کردهش، پروداکت منیجر اینجوری نیست. و اتفاقا همون کاری که میکنه، یعنی همون خصوصیت کارش که کار مبهم هستش و حرکت در فضای ابهام هستش رو توی خود رولش هم میتونید ببینید. یعنی هر شرکتی یک جور تعریف کرده، یه جا تکنیکال پروداکت منیجر هست، یه جا در حقیقت بیزینسی هستش، یه جا مارکتینگی هستش. و این گنگ بودنه در حقیقت هم میتونه بهش کمک کنه، هم میتونه بهش کمک نکنه. توی علی بابا اینجوری بودش که یک پروداکت اونری وجود داشت که کارهای بیشتر بکلاگو میچیند و اسپرینت بکلاگو میچیند و تعیین میکردش که توی اسپرینت بعدی چه اتفاقاتی باید بیفته
و پروداکت منیجر حالا باز این تیم به تیم متفاوت بود. یعنی توی یه تیم مثلا پروداکت منیجر ما اینجوری جا انداخته بودیم تو تیم خودمون که پروداکت منیجر هم یه ذینفع خارجیه، میاد یه سری دغدغه ها رو میگه، ما اگه خواستیم که اگه به نظرمون رسیدش که در برابر کارهای دیگه اولویت داره اینو میاریمش بالا، اگه به نظر رسید اولویت نداره بالا نمیاریمش. توی سری از تیم های دیگه پروداکت منیجر خیلی نقش کلیدی داشتش، یعنی حتی تعیین کرد که اسپرینت چطوری پیش بره. برای همین هم این دوتا رو میشه در حقیقت اینطوری دیدش که حالا یه جاهایی هم میگن که پروداکت منیجر کار بیزنسی میکنه بیشتر، مثلا پروداکت اونر کار فنی میکنه، اما من معتقد نیستم به این. یعنی پروداکت اونر هم باید کار بیزنس، اصلا کارش بیزنسیه اتفاقا، یعنی قراره که با ذینفعا در ارتباط باشه. نمیشه گفتش آقا پروداکت منیجر با ذینفع در ارتباط باشه، پروداکت اونر چیزایی که پروداکت منیجر میگه انجام بده، چون اصلا کل قضیه میره زیر سوال. بعد یک بوروکراسی عجیب غریبی تولید میشه، کارها خوب منتقل نمیشه، یعنی چون پروداکت اونر با ذینفع خارجی خوب در ارتباط نبوده کارش خوب منتقل نشده. و من هر جایی که بوده مقاومت کردم روی این قضیه که یک پروداکت منیجری وجود داشته باشه. مثلا توی همین نوبار ما یک پروداکت اونری آوردیم و 4 تا داشتیم طراحی می‌کردیم، اخیراً گفتش که آقا یک پروداکت منیجری باید باشه کار در حقیقت بیزنسی رو انجام بده، اون بگه چی کار کنه. و من چون نتیجه‌اش رو دیده بودم توی علی بابا کاملا با این قضیه مخالف بودم و من مدلی که فکر می‌کنم که بهتر جواب میده اگر که پروداکت اونرتون سر شلوغ شده و نمیرسه به کارها، بهترین کار اینه که پروداکت رو بشکنید تا اینکه پروداکت اونر همچنان مالک همه پروداکت باشه و اون یک پروداکت منیجر باشه یه بخشی از کارهای پروداکت اونر رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر که ما توی نوبار گفتم یک سیستم اسباب کشیه، مثلا اگر که یک محصول داریم، مدل شکستن هم حالا میتونیم بعداً توی یک جلسه مفصل روش صحبت کنیم، توی این جلسه نیستش. مدل شکستن هم به نظر من باید طوری باشه که ذینفعا از هم جدا باشن، یعنی اگر جایی همپوشانی ذینفع وجود داره اون شکستن اشتباهیه. مثلا ما توی علی بابا محصول ها رو به صورت لاین بیزنسی شکونده بودن، یعنی پرواز داخلی، پرواز خارجی، قطار، اتوبوس، تور، این موارد بودش. و خب اینجا همپوشانی به شدت زیاد بود، یعنی مثلا همون مشتری که میرفت پرواز داخلی میخرید همون میومد تور میخرید. یا اینکه از نظر کامپوننت های پروداکتی هم بسیار همپوشانی وجود داشتش. مثلا ما یه سرچی رو میزدیم، پرواز داخلی هم همون سرچ رو برمی داشت دوباره خودش میزد. یا مثلا ما یه کامنتی میخواستیم، یه تیم دیگه هم یه کامنتی میزد واسه خودش و خیلی سخت بود، خیلی کارها تکراری پیش میرفتش. در صورتی چیزی که من فکر میکنم درست تره، حالا مدلیه که من شنیدم که مثلا کافه بازار انجامش میده، اولین بار اونجا شنیدم، مثلا فلو رو شما بیاین بشکنید، مثلا فلو یه سرچ یک پروداکتی باشه. خب من گلم مشخصه، گلم همپوشانی با گل بقیه نداره، ذینفعام حالا ذینفع هم ممکنه یه همپوشانی داشته باشه، اما من چیزی که میخوام بهش برسم کاملا KPI هم کاملا متفاوته. مثلا من هدفم اینه که کانورژن سرچ عدد بالاتری بشه، یا آدم ها اگر که سرچ میکنن ریلیتد تر به اون سرچ برسن. بر هم این پروداکت میشه کامل مجزا کرد، تیمش میتونه مجزا باشه کاملا و تمام دغدغه‌شون این باشه که آدم‌ها چطوری چیز بهتری رو وقتی سرچ میکنن موارد بهتری رو به دست بیارن. یا مثلا توی نوبار ما مثلا اپ راننده رو از اپ در حقیقت اون کسی که سفارش بار میده میتونیم کاملا جدا کنیم، به خاطر اینکه اون کسی که راننده است کلا یک سری اهداف دیگه ای داره، دنبال مثلا گل‌هاش اینه که سریعتر بار بگیره، گل‌هاش اینه که با اپ خیلی درگیر نشه، گلش اینه که مثلا درآمد بیشتری داشته باشه. اون کسی که تو اپ مسافره، اون کسی که تو اپ در حقیقت سفارش دهنده باره، گلش اینه که من یه جوری دیتا بدم که دیگه شما قیمت رو عوض نکنید اگر اومدی سر بار مثلا. و برای همین میشه اینجا کامل جدا کرد و کل فرآیند پروداکت رو از بیزینس رو از مثلا ما به چه نیروهای مثلا تکی احتیاج داریم تو این قضیه، یا مثلا چطوری بیزنس دیولپمنت رو انجام بدیم سمت بار دهنده، میتونه کامل محول بشه به اون پروداکت اونر. من نتیجه بهتری از این دیدم با توجه به اینکه مثلا توی رول پروداکت اونر بودم. همیشه یکی از دغدغه هام این بودش که من کنترلی نسبت به بیزنس ندارم، مثلا مارکتینگ با من نیستش، نه اینکه با من نباشه، من مثلا نمیتونم ایده بدم به مارکتینگ که مثلا مارکتینگ من این جنس یوزرها رو میخوام تو اینا رو بیا، من میخوام ببینم که اینا میخوره به سگمنت من یا نه.
به خاطر اینکه یک فاصله همیشه با پروداکت منیجر وجود داشت روی سیستم و من به این نتیجه رسیدم که جواب نمیده این فاصله. حالا نظر شما و مخصوصا بقیه دوستایی که صحبت نکردن رو هم اگر بدونیم که خیلی خوشحال میشیم. هرچند ما یه اسلاید داریم که من اونجا تجربه های خودم رو میگم، اونجایی که نگفتم رو، و دعوت میکنم که شما هم بتونید تجربه های خودتون رو خاص توی شرکت ها، مثلا من خیلی جذابه که بدونم که توی مثلا فینوتک یا یه سری اسمای دیگه که سپید آوردی، داتین و حسین، مخصوصا اونایی که یکم ساختار سنتی در دارن، اونها چی کار کردن توی این قضیه پروداکت. فکر میکنم که خیلی به پروژه علاقه‌مندتر بودن و میخوام ببینم چطوری هندل کردن، یا بقیه دوستان هم کمک کنم ممنون میشم. من حدود 7 سال پیش تو داتین بودم و 5 سال پیشم ترکش کردم، 4 سال پیشم ترکش کردم. اون موقع هنوز داتین گرچه بزرگ شده بود، یعنی من از تایمی تو داتین بودم که ما تیم سویچ بودیم و حدود 7 نفر الی 8 نفر بودیم، اما داتین تبدیل شد. تایمی که من داتین رو رها کردم به تیم 60 نفره تبدیل شدیم، یعنی خیلی بزرگ شدیم. زمانی بود که داتین به شدت اوج گرفت و نیرو گرفت و سعی کرد که پروژه بیشتری بگیره که دیگه در جریان هستیم دیگه. هفته گذشتم که پروژه سپهش به سرانجام رسید. ولی جالبه که اونجا خب هنوز بحث خب سال 95 94 بود، خیلی شاید بحث مدیریت محصولی اوایلش بود واقعا، و ما یه تیم مدیریت محصول ایجاد کردیم، ولی تیم ایجاد کردیم. این تیم کار تحلیل و تست و کلا منیج کردن محصول رو پیش می‌برد. اونجا خب محصولم یکم خیلی بزرگتر از استارتاپ هست دیگه. مثلا فرض کنید یه محصول بود به نام سویچ، یا یه محصولی به نام کور بانک، یا مثلا CMS مدیریت کارت بانک. اینها خب خیلی فضای بزرگی دارن و واقعا تیم میطلبه. اما خب الان فکر میکنم که به یه حدی رسیدن که اسکرام دارن، یعنی دیگه اسکرام مستر دارن و کار اسکرام انجام میدن. این از داتین. من باز بعد از داتین حسین رفتم. حسین یکم بیشتر احساس کردم که اصلا حالا اجایل بیشتر وجود داره، چون اونجا به تیمای کوچیکتری تقسیم شده بود و خب میتونستیم اینو ببینیم که اجایلن واقعا. حتی من سپ هم، یعنی سامانم تجربه کاری دارم، اونجا به هیچ عنوان اصلا چیزی به نام اجایل اصلا مطرح نیست، یعنی همچین چیزی نخواهید دید توی اونجا. اما جالبه، من خب دیجی کالا هم کار کردم توی دیجی پی. خب اونجا واقعا فضای اجایل هست و حالا درست یا غلطش بماند، اینکه مناسک اجایل حداقل مناسک اسکرام رو سعی میکنن هندل کنن، رترو داشته باشن، پلنینگ و اینها. حداقل گرچه جاییم به نظر من تا الان هر جایی که دیدم تقریبا تزییناتیه، ولی اینکه تزیینیه حداقل کمک میکنه که بعدها بتونن ایمپروو کنن. این خودش خیلی نکته مثبتی به نظرم. و بعد از اونجا که حالا تو فینوتک هستم، مدیر محصول پروداکت اونر و به عبارت مدیر محصولم سعودی هستم. تفاوتشون خیلی چالش ها وجود داره. یکی از مواردی که من دوست داشتم توی فینوتک پروداکت اونر با پروداکت منیجر تفاوت داره؟ واقعیتش من چون یعنی همون بحثی که آقای مصطفی کردن به نظرم خیلی درسته، اینکه ریلیشن ها و روابط ها باید انقدر خوب باشن، یعنی تعامل انقدر بالا باشه که بتونی اینا رو هندل کنی. من خوشبختانه حالا با مدیر محصول به عبارتی خب رابطه خیلی خوب کاری دارم و خیلی کارا رو با هم هندل میکنیم. تفاوتمون خیلی کوچیک و ناچیزه. من بیشتر واقعا طبق همین اسلایدی هم که الان هست، من بیشتر خیلی با تیم کار دارم، اسپرینت ها رو میچینم. ولی طبق نکته‌ای که خودتونم گفتین، به هیچ عنوان از بازار دور نمیشم، یعنی تمام جلسات مارکتینگ و بازار و یا حالا پرووایدر و ساپلایر و اینها رو حتما میرم و باید توشون شرکت کنم. و همچنین مثلا سعی کردم جلساتی که مربوط مشتری هم هست، چیزهایی که مطمئنم ذی‌نفع ما هستن یه جورایی ولی ریکوایرمنتشون رو هنوز برطرف نکردیم، یه جلسه گدرینگ دیتایی سعی میکنم با مشتری حتی ایجاد کنم، ببینم که واقعا نیازمندی اصلیش چیه. چون فکر میکنم که بزرگترین باگی که تو محصولای ما هست اون ریکوایرمنت انجینیرینگ اصلا انجام نمیشه.
مشخص نمیشه که نیازمندی اون مشتری چی بوده، اگر که حالا فضای مارکت پول باشه. این هم موردی هست که وجود داره. چیزی که دوست داشتم توی این جلسه بهش پرداخته بشه، سوال شما رو هم جواب بدم که دور نشم از سوالتون. تفاوت مدیریت محصول و مالک محصول دقیقاً بین این مورد که مدیر محصول الان خیلی درگیر بحث تکنیکال نمیشه، خیلی درگیر حالا اسپرینت و بکلاگ نمیشه، ولی خب تنها کاری که با هم انجام میدیم به صورت اشتراکی اینه که خب جلسات بیزینسیمون رو با هم میریم یا سرویس دیزاینمون رو با هم انجام میدیم، چون طراحی محصول رو تقریبا با هم انجام میدیم. یعنی اون فضای یو ایکس رو بیشتر سعی میکنم با ایشون پیگیری کنم و خب به عبارتی حالا توی فضایی که الان هستی یه جور کمک دست همین، یعنی با هم تقابلی نداریم یا از هم ریپورتی نمیدیم، یعنی انقدر که روزانه کارم رو با هم شیر میکنیم و میدونیم چی کار میخوایم بکنیم و توی یه راستا داریم پیش میریم، به خاطر همین به نظر من تفکیک خوبیه. اما جای دیگه دقیقاً دیدم که همین بیلو دارن، چیزی که شما خودتونم گفتین، اونجا خیلی جنگ میشه، نباید فضا به فضای جنگ تبدیل بشه. من حالا خوشبختانه یا متاسفانه هم توی شرکت خیلی بزرگ مثل داتین، سامان، هستی اینجاها کار کردم که بزرگن یا به بخش کوچیک تقسیم شدن مثل هستیم، یا همینجوری کمپلت بزرگن مثلا بخش کوچیک تقسیم کردنشون هم کار سختیه مثل داتین و سامان. و همچنین توی دیجیکالا کار کردم، بخش دیجیپی، اینها رو احساس میکنم که تعاملات چقدر میتونه توی پیشرفت پروژه تاثیرگذار باشه، یعنی همون پروداکتی که مد نظرمونه. من چون خودم دقیقاً خیلی جالبه نکته جای قشنگی شروع کردین جلساتون، تفاوت بین پروژکت و پروداکته. دور نشم از بحثم و بحث عوض نکنم، تو جاهای مختلف که خیلی کار کردم به این نتیجه رسیدم که خیلی وحشتناکه اگر که بخوایم حالا بگیم که ما اجایلیم، داریم از اسکرام، چارچوب اسکرام استفاده میکنیم، فریمورک اسکرامی ما اینها، و بگیم هم پروداکت منیجر داریم هم پروداکت اونر داریم و این دوتا با هم سینک نباشن، بعد میشه اینها باتلنک اصلی. چون همین الان این موضوع که دیجیکالا وجود داره و این اتفاق میفته و اونایی که حالا به اصطلاح بیلو هستن و اونهایی که پی او هستن دقیقا با هم متفاوتن. چرا؟ چون بی ال او مارکت رو میبینه و بیشتر سمت مارکته، بعد یه سری ریکوایرمنت های مارکت پولی میاره که خیلی چیز دیگه پروداکت اونر نمیتونه خیلی قبولش کنه و اون هم دوست داره تو همچین فضایی باشه. این تنها یکی از چالشایی که من دارم میبینم. چالش بعدی که دوست داشتم در موردش صحبت کنیم همین رودمپیه که حالا بر مبنای ویژن قراره تولید بشه. اینم خیلی تاثیرگذاره به نظر من. حالا اگه خیلی بیشتر بحثم گسترده نکنم صحبتمو قطع میکنم که اگه نیاز بود چیز دیگه خدمتتون بگم. ممنون ازت. بقیه اگر صحبتی دارن در راستای اسلایت ها یا صحبت های سپیده. من دوباره خواهم پرحرفی کنم. عرضم حضورتون که کاملا موافق بودم با صحبت شما و خانم سپیده. توتالی ما چالش داریم. من فقط برگردم به گذشته که اصلا پروژه منیجر کجا شکل گرفت. یه زمانی یه دپارتمنت برای پروداکت وجود داشت. حالا مثلا گذشته منظورم مثلا زمان شاه نیست، زمان قبل از دلار مثلا 8 تومانی و بعد از دلار 8 تومانی مثلا. و اون موقع یه دپارتمنت برای پروداکت وجود داشت، توش QC وجود داشت یا یو ایکس دیزاینر وجود داشت، ارزم بزرگ بی ای داخل اون تیم بود و یه پروداکت منیجری هم بود که مسئول این حالا وارد دپارتمنت این پروداکت بود. من وارد حالا اون تیم پروداکت بود و به صورت کلی هم اینها پلن می‌کردن، برنامه‌ریزی می‌کردن، یه سری فیچرها رو حالا بر اساس استراتژی ها، بر اساس ویژن ها برنامه‌ریزی می‌کردن و می‌فرستادن برای سمت پروداکت اونر. پروداکت اونر هم میومد اینا رو تو گرومینگ، حالا موقع گرومینگ نبود واقعا، میومد پلنینگ می‌کرد و بچه‌ها و میداد و بچه‌ها می‌کردن، این ریویو می‌شد و دوباره برمیگشت و چالش هم زیاد داشت و مشکلات زیادی هم داشت این قضیه که
پروداکت اونر میگفت نظرش با پروداکت منیجر بعضی مخالف بود و بعد تا میس آندرستندینگ های بالای پیش می اومد و این میس آندرستندینگ ها باعث میشد که پروداکت چالش بخوره. بعد اومدن مدل های جدیدی به وجود آوردن که مثل اسکواد، شما فکر کنم علی بابا فکر کنم از این تز داره استفاده میکنه و توی اسکواد ها مثلا هر تیمی هر اسکواد یه دونه پروداکت اونر داره که همون پروداکت اونر نقش پروداکت منیجر داره. در قالب همه اینا مثلا چند اسکواد که میشن یه ترایب، یه دونه پروداکت لیدر هم شکل گرفته و میاد حالا دیدگاه های بزرگتری رو حالا که متناسب با OKR هست تعریف میشه به اینها ارائه میکنه و تیم‌ها میان حالا اعمالش میکنن. حالا بالاتر هم که داریم دیگه. ببین من خودم پروداکت منیجر و پروداکت اونر رو زیاد جدا نمیبینم، ولی خب واقعا پروداکت منیجر به اندازه تعداد پروداکت اونر هم پیدا نمیشه. اینا هم باید در نظر بگیریم. ما سیتویشن هم باید در نظر بگیریم دیگه. مثلا من الان خودم دنبال پروداکت منیجرم برای شرکت خودمون. به هیچ عنوان پروداکت منیجری که بتونه اون سه خصلت مارکتینگ، تکنیکال و یو ایکس بدونه واقعا پیدا نمیشه و اگر پیدا میشه نیستن. شرکت دیگه هستن جون شدن اینها. شما مجبوری بعضی وقتا یه جورایی خودت پروداکت اونر باشی، پراکسی مانندی یا یه اسوسییتی برای خودت کرییت بکنی و بیاد کار رو انجام بده، یواش یواش به اون مرحله برسونیش. و من خودم این دیدگاه دارم میام جلو، وگرنه با اون چیزی شما گفتید که آقا مثلا متفاوت نیست، حالا بحثایی که گفتید کاملا موافقم، ولی خب من اعتقادم سیتویشن هم در نظر بگیریم که واقعا ما پروداکت منیجر نداریم زیاد تو ایران و البته حداقل اون چیزی که من تو ذهنم ها چالنجتون چیه شما؟ جان چالنجتون چیه تو این قضیه؟ ببین چالشی که من دارم پروداکت منیجر یا خیلی مارکتینگه یا خیلی تکنیکالی هست. کسی که جفتشو داره یه حدی توی دامنی بدونه و مثلا دیزاین رو هم خوب بدونه و آشنا بشه، یک مقدار پیدا کردن آدم خیلی سخته. یکی داره که اصلا اومدن و مارکتینگ پروداکت منیجر رو جدا دارن میکنن، تکنیکال پروداکت منیجر رو جدا میکنن، ای پی جدا میکنن. همینه که گفتم اونجا دامین وسعتشون سخته. مثلا من خودم مثلا من خب سی او بودم که تونستم همه اینا رو باشم، ولی چند نفر هستن تو ایران مثلا شما میتونی ببینی که واقعا حالا همه اینا رو بدونن و در جمعش باشن و بتونن خوب هندل کنن. این که حالا بدونن صرفا بعضی وقتا کفایت نمیکنه، اینکه درست هندل کنن خیلی مهمه. از بعضی دوستان گفتن لیدری مهمه و حالا دیفینیشن بودن، من یه بحثایی دارم، ولی کلا من خودم اینطوری، یعنی ما خودمون تو تیم خودمون اینطوری یه پروداکت اونری داریم که خودم من به عنوان مثلا تو تیم پی آی ام پروداکت اینفورمیشن منیجمنت و بعد یه سری پراکسی هایی دارم توی زیر مجموعه های تیم خودم که حالا اومدیم کوچیکش کردیم، مثل اسکواد مانندش کردیم و اونا کارو انجام میدن، ولی با هم تعامل داریم دیگه. مثلا اونا هم تو مارکتینگ دخیل میشن ولی اونقدی استراتژیست نیستن، یواش یواش دارن رشد میکنن. با این موروثیت داریم میریم جلو که اینا رو بزرگ بکنیم، وگرنه بهتر بود که پروداکت منیجر باشن همش. خب بقیه اگر نکته‌ای هست. جوادم جوین شد. جواد تجربه بسیار بالایی داره توی بحث پروداکت منیجری، پروداکت اونری. اگر نظرش رو بده به ما. جواد جان سلام. سلام بچه‌ها، خوبی؟ حال شما خوبی؟ ببخشید من میس کردم، میخواستم از اول تو جلسه باشم ولی دیشب خیلی دیر خوابیدم متاسفانه. از ابتدای بحثتون نبودم، اگه اجازه بدین یه مقدار آنبورد بشم بعد بهتون ملحق بشم. حتما. مرسی. سپیده یک نکته رو در رودمپ گفتی که میخواستی که در باید صحبت کنیم، میشه یه بار دیگه بگی اونو؟ جالبه برام این که خب ما توی حالا فضایی که بیشتر فضای استارتاپیه، خب بحث اون کاسته هست، حالا اسکوپ هم که اول صحبت کردیم دقیقا وجود داره. چرا توی پروداکت ما اسکوپ وجود داره؟ چون دقیقا همون بحثی که آقای مصطفی انجام دادن وجود داره که خب یه سری چیزا محدوده، واقعا یه سری محدودیت ها وجود داریم که مجبور میشیم که بخوایم از یه سری فیچر بگذریم، از یه سری فیچرها نگذریم و بخوایم حتما اونها رو انجام بدیم که بگیم اسکوپ درستی چیدیم که میخوایم به این برسیم. به این رسیدنه به نظر من خب چند جای مختلف دیدم که
حالا مدیر عاملا خیلی تاکید روی رودمپ دارن، ولی روی رودمپی تاکید دارن که اصلا نمیگن ویژن چیه. یعنی رودمپ یه راه رسیدن به یه چیزی هست، اون به میشه اون استراتژی کلی و اون سبد اصلی اون پروداکته به عبارتی، یا اون شرکته که اون انگاری وجود نداره ولی دنبال رودمپ هم. این چالشیه که خودم دیدم و همیشه مدیر عامل گفتم که خب اوکی، رودمپ یعنی راه رسیدن به چی، دقیقاً به چی می‌خوایم برسیم. اون به رو حداقل باید تیم استراتژی شرکت، یعنی اون ویژن و میشن شرکت مشخص بشه کاملا. حالا اگه این موضوع رو بگذریم و فرض کنیم که واقعاً ویژن برقرار و وجود داره و ما می‌خوایم براش رودمپ ایجاد کنیم، یه سری پارامترهایی داره که این پارامترها انقدر دیپندنسی‌های زیادی دارن که ممکنه خود رودمپ رو دچار اختلال کنن. بیشتر دوست داشتم که یه مشورت بگیرم یا اینکه نظراتتون رو بدونم که چجوری رودمپ میچینیم و رودمپ اصلا چی در نظر میگیریم. این یکی از چالشایی که من باهاش مواجه هستم و دوست دارم که نظرتون رو بدونم. من چیزی که گفتی رو متوجه نشدم، آخرین چیزی که گفتی که یک سری پارامترهایی هستن که تاثیر میذارن روش، یعنی چه چیزهایی میشه مثال بزنی؟ آره، مثلا توی رودمپ مثلا بیزینس ممکن تاثیر بذاره، ساپلایرها ممکن تاثیر بذارن. یعنی اگه یه تامین کننده ای نتونیم پیدا کنیم که به فرض فلان فیچر رو بتونیم بیاریم بالا، خب تموم میشه دیگه، انگاری مثلا بلاکرمون شده اون تامین کننده ای که نتونسته اون سرویس رو بهمون بده. خب یعنی اون فیچر خب نمیرسه به فرد. ولی خب ممکنه که باز نمیتونم خیلی اسپسیفیک بگم، چون توی هر بیزینسی مثلا بی تو سی باشی بی تو بی باشی، کلا جنس اون سابجکت و ابجکت متفاوته. به خاطر همین پارامترها نمیتونم دقیق واقعا بگم، چون حالا توی 3 جای مختلف فکر میکنم که من با رودمپ دقیقا درگیر بودم و هر کدومشون اپروچ‌های متفاوتی تقریبا داشتن و اپروچم از نگاه مدیر عامل فقط میومد. طبیعی هم هست چون اون دقیقا دنبال رودمپ هست. میخواستم بدونم که چارچوب اصلی که واسه این رودمپ در نظر میگیریم و میتونیم بگیریم چیا میتونه باشه. بیشتر سوالیه. ببین، یعنی میگی که اون پروداکت اونره یک چیزهایی بهش منتقل نمیشه که روی رودمپ رو در حقیقت نمیتونه دقیقش کنه، درسته؟ حالا نه اینکه فقط پروداکت اونر مسئول این باشه که بخواد رودمپ رو بچینه. شاید یه تیمی میخوان بیان رودمپ رو اجرایی کنن، یعنی بچیننش تازه، ولی همشون درگیرن. من واقعا دیدم که درگیری از اینه که سردرگمن که چی کار باید بکنن. این چیزیه که من فکر میکردم مثلا 1-2 جا خب اوکیه، یعنی شما میگی رودمپ، خب اوکی رودمپ رو یه تیمی میان میچینن، ولی رودمپ انقدر مجهول توش هست و انقدر فقط بازم بخش تزیینیه. صرفا فقط که بگم ما رودمپ داریم، شاید اصلا حتی روی اون خط هم حرکت نکنن، حتی اصلا نیازشون هم مرتفع نکنه، ولی فقط برای اینکه اون نگاه مدیر عامل رو بسته باشن و دیده باشن اونو ایجاد میکنن. ولی من دنبال اینم که بدونم که حالا اگر که خاص پروداکت اونر داره رودمپ رو میچینه، چیا مد نظرش باید باشه، چیا رو باید در نظر بگیره، چه پارامترهایی اصلا دخیل کنه، چه پارامترهایی وارد نکنه، KPI توی این زمینه چقدر تاثیرگذار هست، چقدر نیست. این پارامترهای مختلفی واقعا میگم نسبت به هر بیزینسی یه چیزای متفاوتی داره و بیشتر سوالم اینه که تجربیاتتون رو در مورد رودمپ بشنوم. میگم من خودم تو 3 جای مختلف تجربیات متفاوتی داشتم و هر کدوم بسته به مدیر عامل است واقعا و به اون فضای حاکم توی اون شرکت خیلی تاثیر داره به نظرم و دوستم تجربیات شما رو هم بدونم توی این فضا. یه چیزی گفتی که پروداکت ویژن رو فرض میکنم که پروداکت ویژن مشخص شده و مشخص کردن. میخوام یه لایه بیام با آره این فرض رو بکنیم. میخوام این فرض رو خراب کنم، بگم که فرض کن که حتی این هم مشخص نشده باشه، اصلا مشخص کردن اون پروداکت ویژنه با کیه، با کسی غیر از پروداکت اونر یا پروداکت منیجر قراره پروداکت ویژن رو مشخص کنه. ممکنه که تعریف شده باشه و خدا را
جان اگر تعریف نشده بود دیگه، یعنی یک جای پروداکت ویژن نیست. خب حالا آیا اینجا تو این شرایط پروداکت اونر باید بره مشخصش کنه یا ریزش کنه که میخواد صحبت کنه، یا اینکه نباید صبر کنه یا بگه که چرا کسی مشخصش نمیکنه؟ ببین ویژن اگه تعریف نشده باشه خب یعنی ما ببخشید به فناییم اول، اگه نبود حالا این معمولا پروداکت منیجر یا پروداکت اونر میاد اینوالو میکنه خودشو با حالا استیکهولدرهای مثل مارکت منیجر، مثل سی مثل بقیه، یه سری ایده چیزن دیگه، یه سری فریم ورک ها هستن مثل ولیو پروپوزیشن دیزاین یا مدل‌های مثلا این شکلی سایت استراتژیزر اگه واردش بشیم مدل‌های معرفی کرده. حالا ویژن رو مشخص می‌کنم متصل با سگمنت اولی. بازم این سیتویشن مهمه دیگه که ما الان تو بحث قرار از MVP بعد از MVP پروداکت 4 ساله است 2 ساله است B2C B2B همه اینا دیدگاه متفاوته. ولی اگه من بخوام حالا یکم صحبت کنم در مورد رودمپ، ببین من تجربه خودم فقط بگم اگه مشکل نداره جناب امیررضا. بله بفهم. ما تو شرکت خودمون روزی که من وارد شدم، یعنی شرکت الان هستم شرکت قبلی کار ندارم، یه پروداکت 4 ساله بود در و داغون منفجر شده و از هر دم منفجر شده هست این فرق نمی‌کنه براش. این پروداکت رفته جلو کار کرده، اسکرام هم نبوده تیم، مسلما رودمپی هم ازم می‌خواستن ولی من رودمپی رو نمی‌تونستم بدم. دلیلش هم اینه که ما در دنیای زندگی می‌کنیم پر از عدم قطعیت‌ها و نسبیت‌ها. پس اینو اول یادمون بره که دنیا و اینو باید به مدیر عاملا و استیکهولدرها بفهمونید که آقا همه چی عدم قطعیته و همه چی هم چیه نسبیته. اگه اینو نفهمن و برن رو این دیدگاهی که شما دارید حالا در رودمپ اینها تایم بدن جایی بحثی بکنن، اون موقع می‌بینید که با هم چالش می‌خوری و چالش‌های بدی می‌گیرید. پس این باید کلیر بشه و قشنگ تو ذهنه اینجکت بشه و بدونن اینو. واقعا این خیلی مهمه، روشون خیلی باید وقت بذارید که اینو بفهمن چون واقعا نمی‌فهمن. در نهایت نخواهم فهمید ولی اینکه نزدیک بشید به هم خیلی خوبه. ما خودمون تو تیم خودمون یعنی این کارو می‌کنیم. اومدم اسکرام کار کردم، مثل صدا اسپرینت رفتیم جلو و بچه‌ها رو حالا آموزش دادیم و کار کردیم و اینها ولوسیتی تیم رو مشخص کردیم تقریبا و استوری پوینت هم بچه‌ها یاد گرفتن بدن و حالا افورت ها رو مشخص کرده بودیم و بعد تونستیم بر اساس 3-4 هفته حالا اسپرینت هفته‌ای گذاشتیم اولش، تونستیم بفهمیم که خب ولوسیتی چیه، به افورت ها بچه‌ها بفهمن اینها. یه سری فیچرهایی که مهم بود برامون بر اساس حالا اون گفتم بتونم مدل مختلفی داریم برای اینکه واقعا اولویت بندی کنیم. مدل اسکور داریم، مدل‌های حالا رایس داریم، مدل‌های کانو داریم، مدل فلان اینا. در کل با هر مدلی که شما کار می‌کنید بعد از ترکیبی کار می‌کنید تو پروژه منیجمنتی. بس این اولویت‌ها اومدیم به این چیزا افورت دادیم با بچه‌های تیم تکنیکال و اومدیم تونستیم که برای 2 هفته بعد اون حداقل یه رودمپی بدیم بر اساس فیچر. اونم میگم بر اساس افورتی که بچهای تکنیکال داده بودن. یعنی گفتن آقا این اپیکی که تو الان داری میدی، این فیچری که داره میاری، از نظر ما مثلا اینقدر مثلا افورتشه و تو مثلا میتونی مثلا اینجوری کنی و این فرنا اینا، ولی هیچ وقت بهش نمیرسیم معمولا. مثلا من الان دارم نگاه میکنم رودمپ تو چون ما داریم با آها کار میکنیم توی سافرمون تقریبا 80% بهش رسیدیم تا الان. 20% همیشه خطا داشتیم. ولی خب هرچی به جلوتر با عدم قطعیتاتون رو کمتر می‌کنی، دانشتون نسبت به اون پروداکت بیشتر میشه. مثلا من نمیدونستم واقعا پروداکتمون اینقدر تکنیکال دپت داره. رفتم تو 2 تا فیچر جدید آوردیم و خیلی عالی بود، همه چی اوکی بود. بعد اومد که بیاد اینا با فیچر قدیم مچ بشن کلا به هم سیستم و یه ما انداخت عقب. پس اینا هم هست دیگه. ولی دانشتون بره پروداکت بالاتر میتونه رودمپ ها رو متناسب با فیچرها تعریف کنید. ولی خب بازم من اعتقادم همیشه اینه، اگر شما میفهمی که 4 تا اسپرینت رفتی جلو بدون که 2 تا اسپرینت بعدی رو شاید بتونی پیش بینی کنی. اگر 3 ماه تو اون تیم بودی تازه میتونی 1 ماه بعدش رو پیش بینی کنی. یعنی هی این هر چقدر تجربه بره بالاتر تو اون تیم بیشتر میتونی پیش بینی کنی. ولی دیگه نهایتاً تا یه جایی میتونی پیش بینی کنی و اینم خطاتو خیلی داره. من یه مقاله شیر کردم اینجا، یه ترجمه کردم قبل سال پیش کنم در مورد نشرات تو اجال چطوریه را چجوری داره کار میکنه، میتونیم رو وقت بذاریم و بخونیم. ولی خود
چیزم چی اصطلاحاً خود بعضی تیم‌ها میان رو قالب اوکی آر میبندن. نمیدونم اوکی آر آیا دوستان تجربه‌ای دارن که من توضیح بدم؟ نه صدا من داری؟ من دارم، بله من دارم. ها بعضی تیم‌ها هم که ما حالا تیم‌های قبلیمون که شرکت قبلیمون که انگلیسی بود با این مدل رو میرفتیم جلو، انجا ما قراره همین کارو کنیم. اوکی آری میرفتیم جلو، بر اساس اوکی ها رو حالا میتونستیم یه سری رودمپ بیزینسی تعریف کنیم، بر اساس حالا بیزینسی میایم فیچر انلاین کنیم. بازم میگم مدل ها متفاوته، اینجوری نیست که یک مدل مشخصی بیزینس با بیزینس سیچویشنتون با اون سیچویشن شرکت دیگه ممکنه پروداکت من که تیم من الان من لیدش میکنم با یه پروداکتی دقیقاً بغل ماست کاملا دیدگاه متفاوت و مدل متفاوت باشه. بازم بسیط داره ولی خب یادم نره عدم قطعیت و نسبیت تو دنیا داریم همیشه. خب منم دو تا نکته رو فقط بگم که در تکمیل صحبت مصطفی هست. یکیش اینه که توی این قضیه رودمپ مشخص کردن رودمپ، من فکرم دو تا چیز به صورت خلاصه خیلی مهمه. اولیش اینه که آدم ها همه درگیر قضیه بشن، یعنی همراه بشن توی این قضیه، که باز برمیگرده به اون مسئله لیدرشیپی که دربارش صحبت کردیم. یعنی حتی از نفر بدترین اتفاقی که توی رودمپ میفته اینه که شما رودمپ رو بچینی انجام نشه دیگه، یعنی آدم یه کار دیگه بکنن یا بزنن زیرش. برای اینکه از این قضیه جلوگیری بشه، من کاری که اخیراً هم کردم اینه که از همون درفتی که درست میشه شیر کردن شروع بشه، که آقا من یه درفت درست کردم فکر میکنم اینه، یعنی هیچ دانشی هم نداشتم در رابطه با اون صنعت‌ها، اما گفتم من خب اولین کاری که توی هفته اولی کردم که مدیر محصول شده بودم این بود که گفتم من بر اساس صحبتی کردم و درکی که به دست آوردم این رودمپی که من به ذهنم رسیده برای یک سال آینده از نظر شما هم اوکیه و خیلی هم کلی بود رودمپ، یعنی هر ماهی یه اپیک داشتش تقریبا، این مهمترین اپیکی که من به ذهنم رسید تو همون ماه میشه انجام داد. و از همون اول هم با نفرهای فنی، با مدیر عامل، حالا مدیر عاملی که اون نفری که مدیریت قضیه در اختیار داشت، با مارکتینگ، با همه اینها شیر کردم. چون اتفاقا تجربه‌ای که من داشتم توی علی بابا، یکی از ارزنده ترین تجربه ها این بودش که تو بهترین کار هم اگر بکنی و صداشو در نیاورده باشی، شیر نکرده باشی، قشنگ میتونن زیرا به تو بزنن و بگن آقا یعنی چی تو این کارو میکنی، اصلا کی گفته تو این کار بکنی، این داستان و این فضاها این شکلی میشه. برای همین اینجا تجربه شد که از همون لحظه اولی که حتی داکیومنت آماده نیست شیر کنیم. و مسئله دوم اینه که جا بندازیم که اتفاقا رودمپه و مثلا گانچارت و اینها نیستش، به خاطر اینکه هر لحظه تغییر میکنه. حالا هر لحظه شاید لحظه خوبی نباشه اما خیلی داینامیکه، یعنی اصلا داینامیک بودن یکی از ویژگی های رودمپه که اینجوری نیست که شما الان بچینی و بعد بره کل کارهای یک سال آینده تو داشته باشی. هم این که رودمپ هرچی نزدیکتر باشه دقیق‌تر، هرچی دورتر میشه مبهم‌تر میشه، مثل بکلاگ. یعنی من رودمپی که دارم برای 3 ماه آینده خب توی حدود دقیقه، اما چیزی که آخرین سال میخوام انجام بدم خیلی گنگ و احتمالاً عوض بشه و در حد تایتل فقط، و هر لحظه ما بتونیم اینو عوض کنیم. یعنی توی حالا اون اسپرینت هایی که داره تغییر میکنه و آدم ها رو نگه داریم، چون مسئله این که اگر که استارتاپ باشین که حالا اون هر لحظه بودنش واقعا هر لحظه است، یعنی شما یه فیچر رو منتشر میکنی، اصلا فیچر چیه؟ یکی از رقیبات یک حرکتی انجام میده که رودمپ تو کلا عوض میشه، یعنی میری اصلا یه جای دیگر پوزیشن میکنی، یه سری فیچرهای دیگر داری، یه چیزای دیگه، و کاملا فیل اگر که تو بخوای متعهد باشی به اون رودمپ و بخوای تا آخرش رو بخوای پیش ببری. برای همین فکر کنم این دوتا رو اگر انجام داد، یکی این که همه همراه باشن توی رودمپ، یعنی سهمی داشته باشن سر حتی همون پروداکت ویژنی که من مطرح کردم. ما توی البا پروداکت تو حالا اون محصولی که در حقیقت تور بودش پروداکت ویژن نداشت، یعنی من یک جای بین نشستم و اصلا کسی نمیدونه اینجا ما میخوایم به چی برسیم، و یه ایمیلی زدم و گفتم که آقا من فکر می‌کنم شما پروداکت ویژن ندارین، برای همین من به نظرم جمع بشیم و پروداکت ویژن صحبت کنیم در رابطه با این قضیه. در حالا با یه از فریم ورک هایی که در حقیقت تمپلیت هایی که وجود داشته سعی کردم که این رو در واقع باهاش صحبت کنیم و تقریبا
5 تا جلسه شاید 3-4 ساعته شدش و آخرش هم پروداکت ویژن مشخصی تر نیومده، اما مسیر مشخص شد. یعنی آدما میومدن تو اون جلسه، مثلا اپریشن تو اون جلسه بود، اپریشن که هیچ وقت باهاش در رابطه با پروداکت ویژن صحبت نشده بود و این موضوع رئیس شدش که آقا ما خواستیم پلتفرمی نیرو بگیریم، آدم‌ها روی پلتفرم باشن، یعنی حقوق ثابت نگیرن. نشد اصلا توی قضیه. مثلا حالا اون کسی که فروشنده توره یارو نمیتونه اینجوری بدون هیچ سرمایه‌ای بیاد روی این سیستمه و حقوق ثابت هم نگیره و هر چقدر فروخت پولش رو برداره اونجا. و این مسئله بودش که مثلا فنی و پروداکت داشتن روش اسپرینتار میچیدن که فیچرهای پلتفرمی چیه. اون بر اپریشن اومد و این موضوع مطرح شد و گفتش آقا ما نمیشه دیگه، ما مثلا 2 هفته داریم سعی میکنیم انجامش بدیم، نمیشه این کاره و این مدل جواب نمیده. و یه وقتی هستش که میخوام بگم که قبل از اینکه رودمپ آماده بشه، اتفاقا اون پروداکت منیجر، اون پروداکت اونره باید بره سراغ چیدن ویژنه، یعنی موضوع رو مطرح کنه، جلساتش رو خودش راه بندازه و آدم‌ها رو درگیر قضیه کنه که این موضوع مشخص بشه. این تجربیات من بود البته. حالا نمیدونم سپیده جوابشو که داشت. درست بود. بچه ها من تایم داریم یه 2-3 دقیقه؟ بله 2-3 دقیقه داریم. بله آخره چیزیم دیگه، آخره اون عددی هستیم که قول دادم. اوکی. بیشتر گفتنی‌ها رو گفتید بچه ها. من یکی از میخوام آفت‌هایی که توی رود مپ چیدن هست رو بگم. اونم نگاه فانتزیکه. یکی از چیزایی که من خیلی به تجربه دیدم هست اینه که توی چیدن رودمپ یا سایر چیزهایی که توی فضای پروداکت اتفاق میفته یه مقدار مثلا فانتزی کاری انجام میشه. فانتزی کاری منظورم چیه؟ فانتزی کاری اینه که ما میایم به قول میگن به جایی که رو زمین و زمین خاکی باشیم یه مقدار رو آسمونا سیر بکنیم، یه ذره مثلا دوستای لاکچری رو رودمپ لاکچری درست بکنیم. خیلی چجوری بگم فانتزی میشه تا واقعیت. یعنی یک رودمپ بسیار قشنگی از آب در میاد و خیلی قشنگه، ولی برای اون تیم و برای اون شرکت فانتزیه. این یکی از آفتایی که من خیلی دیدم اتفاق میفته و یعنی خودمونم موقع چیدن رودمپ بهش دچار میشیم و هی باید موقع چیدن رودمپ یا درست کردن رودمپ هی باید خودت یادآوری کنی که ما الان کجاییم، چه کار داریم می‌کنیم و این موضوع رو با یادآوری سعی کنید درست کنید. در مورد اون موضوعی که قالبی که برای رودمپ میشه بهش رسید، من بعد چند سال به یه قالبی رسیدم که مثلا یه نیازهای خیلی رو بتونه پوشش بده و خیلی به واقعیت نزدیک باشه. اونم اینجوری بوده که من رودمپ رو اول دانه بندی میکنم، دانه بندی در سطح استراتژیک و پورتفو و دانه بندی در سطح پروداکت و دانه بندی در سطح پروداکت که منظورم در اپیک و دانه بندی در نتیجه. و تو هر مرحله این دانه بندی آدم‌های مخصوص خودش رو داره. مثلا تو دانه بندی ویژن استراتژیک آدم‌های مثلا CEO هستن، ریکوایرمنت دارن، CPO هست، بعد مثلا CMO هست در سطح خیلی استراتژیک. یعنی مثلا میشه پوزیشنینگ محصول در سطح مثلا اپریشنی، چجوری میخوایم آینده ساپورت داشته باشیم و همه اینا رو و مثلا میخوایم از نظر کامپیتیتیو به چه استیتی برسیم و همه اینا رو در سطح استراتژیک میچینیم که معمولا روی چند تا فیلده که من بیشتر حالا نمیدونم شما هستید یا نه با تریپل ای تریپل آر ما میچینیم که با همین ساجدی هم یه تجربه تو این زمینه داشته که تریپل آر میچینیم، یعنی توی هر کدوم از اینها چه استراتژی هایی که وابسته به استیت محصول هم فرق میکنه. مثلا تو کیوبان بیشتر ما توی مثلا اورنس و اکوزیشن، یعنی توی کیوبو بیشتر روی
مثلا ما کانورژن ریت ها رو بهتر کردن، پروداکت رو بهتر کردن، مثلا توی کیوسه بیشتر روی پول درآوردن و ریونیو هستین و بیشتر که میگم به صفر و یکی نیستن، یعنی وزن هر کدوم از اینا توی هر مثلا کوارتری بیشتر. و این چیزایی که گفتید امیرحسین جان که واقعا من میگم یک پاهوه که بستگی به بیزنس دو سه روز یا 2 هفته دیگه میگرده، باید عوض شه، باید ریوایز شه و این هم یکی از واقعا آفتهای دیگه شه که پروداکت رو ما معمولا اینجوری یکی رو علاقه هست همینم پروداکت رو رودمپ رو می‌نویسن ولی توی نگهداریش یه مقدار مثلا سریع‌تر عمل میشه نسبت به روزی که رودمپ رو چیده میشه. باید واقعا رودمپ هر 2 هفته یه بار بازبینی بشه، باید ریوایز بشه، چون واقعا طبق چیزایی که بچه‌ها گفتن استارتاپ هر روز ممکنه چیز جدیدی باشه و یا نسبت به رقبا تغییر داشته باشه. یه نگاهی هم که هست توی اولویت بندی من اینم بگم، نگاهی که توی اولویت بندی ما داشتیم این بوده که از نگاه‌های مختلف به این موضوع با انگل‌های مختلف نگاه بکنیم. ما چند نوع اولویت‌بندی داریم. یکی اولویت‌بندی‌های استراتژیکه که مثلا ما الان توی اون کوارتر استراتژی ما چیه، نسبت به اون استراتژی میایم مثلا اولویت‌بندی بسیار درشتی مثل ماستا میزنیم، مثلا ماستا شرط کوتاه میزنیم و در کنار اون استراتژی یه سری ولیوها داره که اون استراتژی اگر ریونیو باشه ما رودمپی که داریم بیسان مثلا مارجین کارها، بیسان کارهایی که این در حقیقت براشون فعال میشه این فیلدی که می‌نویسیم و در واقع سگمنت اندازه سگمنت هست و از روی اندازه سگمنت مثلا این توی ریونیو مارجین کار در حقیقت این موضوع میتونیم ما به یک عدد کلی برسیم که بتونیم درصد ریونیو اولویت بندی یا توی اکوزیشن در واقع سگمنت مهمه با میزان اورنسی که میشه ایجاد کرد. اینا رو میتونیم درصد استراتژیک یه بار اولویت بندی بکنیم که ببینیم واقعا ما چی کاریم، یه ماستر شکل و منطقی دیگه اون استراتژی اون کوارتر بعد وارد لایه دانه‌بندی ریسک که میشیم به قول امیرحسین که واقعا همه باید اینگیج بشن. این توی هر دانه‌بندی آدما همه آدما این دانه‌بندی باید اینگیج بشن. وارد لایه میشیم که مثلا الان میخوایم فرض کنیم که آقا ریونیو رو باید اینقدر افزایش بدیم توی بازه فعلا. بعد برینستورم میکنیم توی اون بازی که آقا ما چی کارهایی میتونیم که این کارا رو بیاریم. حالا برینستورم که روشش خودش رو داره، از آیدیشن گرفته، بررسی رقبا گرفته و همه اینها که اومدن ما برای اینا ولیو میدیم، ولیو بین یک تا 5 اینا ولیو میدیم. ولیو باز از نگاه‌های مختلف، بیزنس ولیو خودش رو میزنه، مارکتینگ ولیویی که براش ایجاد میکنه رو میزنه برای اون آیتم، پروداکت میزنه، یو ایکس ولیویی که برای مشتری ایجاد میکنه، کار ایجاد میکنه میزنه، اپریشن ولیویی که ایجاد میکنه رو میزنه و یک سمت دیگه افورت ها رو میزنه. ما افورت تکنیکال داریم، افورت اپریشن داریم، ممکن کاری بیاریم خیلی خوب باشه ولی اپریشن بسیار بالغ داشته باشه. اپریشن افورتاشو میزنه، ممکنه کاری داشته باشیم خیلی همچیش خوبه ولی بسیار یو ایکس اکسیدی داره، تیم یو ایکس افورتاشو میزنه و از متوسط این عددهایی که در میاد یک کانون ضرب کانون انجام میدیم بیسان رو اون استراتژی، یعنی روی ماست ابها این کانون عددشو در میاریم مثلا اولویت. این چیزی بوده که ما پرکتیس کردیم و چیزی که بهش رسیدیم بسیار دقیق بود ولی آفتهای خودش هم داره که درگیر اهداف خیلی زیاد میشید. مثلا اکسلی که ما درست کرده بودیم یه اکسلی بود که بالاش مثلا 42 تا فیلد داشت، یعنی این باعث میشه که در ادامه اینو ریوایز کردن تنبل بشید چون آدم‌های مختلف رو باید جمع بکنید که بتونید دوباره برای هر برینستورمینگی که ایجاد میشه این عددها رو بزنید و این باید خیلی حواستون باشه که این عددها رو ما سعی کنیم 42 رو الان در ادامه داریم کمتر میکنیم که بتونیم سریع‌تر ادامه بدیم. یعنی که تجربه‌ای بود که خواستم بگم و
یه فیلمی هم آخرش داریم به نام کانفیدنس. خیلی آدما میان برینستورمینگ میکنن، اعدادی که میزنن و چیزهایی که تعیین میکنیم، ما با این کانفیدنسی پیشنهاد میدیم. اون کانفیدنس ضربش بسیار میتونه رودمپ رو عوض بکنه. مثلا ما میگیم که میخوایم ماه پنجم رودمپ دیگه فعلا فقط پیشنهاد میدیم، حالا اینکه بشه نشش رو واقعا نمیدیم. مثلا میخوایم فرض کنیم 2 ماه دیگه، فرض کنیم 2 ماه دیگه ما میخوایم اگر این فیچر رو یا این بهبود رو توی محصول بدیم آقا میترکونه. بعد اینکه میترکونه چقدر کانفیدنس داری براش؟ کانفیدنس یعنی چی؟ چقدر فکر میکنی این چقدر وابستگی داره؟ اصلا شاید اون سرو پارتی این سرویس رو بهتون نداد. چقدر کانفیدنس داری که مثلا این دو ایکسش سریع میاد بالا، بچه‌هاشو بذارید بتونن سریع بزنن و یک کانفیدنس بین 1 تا 10 یا هم 0% بهش بزنید و اون نورمالایز میکنه آدم‌ها رو که یه مقدار فانتزی فکر کنن، یه مقدار دنیای واقعی فکر کنن، هر آیتمی که پیشنهاد میدن وابستگی‌هاش رو، همه اینها رو توش ببینن و پیشنهاد بدن. و اون کانفیدنس در نهایت اسکوری در نهایت به دست میاد که بین 1 تا 25 که در نهایت ضرب 5 در 5 همون بیشترین ولیو با کمترین فورس ضرب در این کانفیدنس 1 تا 25 اولویت میشن بیسان استراتژیک اولویت استراتژیک اول بسترها، بعد شوت‌ها، بعد شوت‌هایی که داریم توی اون استراتژی دوم بارد و یک پروژه‌ای که بیرون میاد پروژه معمولا خوب هست. مرسی. ممنونم ازت جواد جان. من یه لینکی گذاشتم اینجا درباره اولویت بندی که مطرحش کرد. ما هم اتفاقا یک تجربه‌ای داشتیم در رابطه با این قضیه. حالا ما اولویت 42 که خیلی بالاست، اما ما یه اولویت 8 پارامتری در برده بودیم، تقریبا 8 تا 10 تا، که اونم یعنی رسید به همین نتیجه‌ای که تو گفتی. یعنی یه جایی هست وقتی میخوای بیای اولویت بندی کنی انقدر پیچیده میشه اولویت بندی که ترجیح میدی که همینطوری بر اساس یه معیار که آقا این چقدر داره درآمدزایی ایجاد میکنه یا نه بیای فقط مثلا اولویت بندیش کنی. و من هم آخرش به نشستم خیلی برای سازمان هایی که خیلی پیچیدگی بالایی دارن یا مثلا نیروهای آزادی دارن که بتونن روی این قضیه کار کنن خیلی بهتر جواب میده اولویت بندی هایی که تو بخوای عدد رقم بذاری. آره دقیقاً اینجا واقعا همین هست. البته این میدونین خیلی وابسته به چی میگن یه چیز اچ‌آریه تو سازمان و وابسته خیلی به اینوستمنت سازمان. یه سازمانی هست مثلا بالغ شده و بیگودار با آب نمیزنه، خب اون سازمان میاد بسیار ریزتر اولویت بندی بکنه و اصلا در توی اولویت بندی مضایقه نمیکنه نیرو و وقت گذاشتن رو. این واقعا نسبت به سطح استارتاپ و سطح سازمان و بلوغ سازمان خیلی متفاوته. که مثلا فرض کنیم توی گوگل مثلا میخواد حالا تهش رو بگیم یه فیچری رو میخواد ریلیز کنه، قبلش مثلا 5 ماه 6 ماه در موردش فکر میکنن که آیا اینو بدیم یا اون یکی رو. توی سطح سازمان متفاوته. درست. خیلی ممنون. خب ما قولمون تا ساعت 12 بودش، 23 دقیقه ازش عبور کردیم. بر همین خواستم که اگر موافق باشین تموم کنیم جلسه رو. یه سری اسلایدها باقی موندش که میتونیم بذاریم واسه دفعه بعد. من فکر کنم مصطفی چیزی میخوام بگم. نه من خواستم تشکر کنم، من خیلی پرحرفی کردم. خواهش می‌کنم. یه سری اسلایدها باقی موندش که میتونیم بذاریم برای جلسه بعد. من خیلی دوست داشتم که آخر جلسه درباره این صحبت کنیم که انتظار داریم که این جلسه چطوری باشه، این جلسه ها وبینارمون. و یه لینکی رو من گذاشتم روی این چت، ممنون میشم اونجا توی این دوتا نظرسنجی شرکت کنین الان، که نتیجهش رو هم من الان اینجا شیر کنم. با فیلتر شکن فکر میکنم فقط باید بازش کنید.
جلسات هم من نظرسنجی نشدم برای چی هست؟ نظرسنجی برای اینکه ببینیم این جلسه چطور بود و چه موضوعاتی خوبه که در رابطه باهاش صحبت کنیم و اصلا جلساتمون چطوری باشه. چون سکشن اول که تاپیکس فقط آورده که من توضیحاتم ناقص. در حقیقت اون تاپیک هایی هستش که حالا ما یه مقاله من داشتم، یک پست مدیومی هستش که این یک نفری اومده بود که این مقالاتی که خونده بود در این زمینه رو دسته‌بندی کرده بود توی حوزه مدیریت محصول. من اون تاپیک هایی که اون برداشته بود رو گذاشتم اینجا ببینم که به نظر شما کدوم یکی از این تاپیک ها جذاب‌تره برای اینکه در جوابش صحبت کنیم. اینجا مالتی سلکت نیست، فقط یکیش رو برای جلسه بعدی. بله مالتی سلکت بعد قاعدتاً آخه اینا تاپیکشون دیگه یه جوری میشه تاپیک نیست، از دامین گذشته. اسمشون واقعا اسکیل متفاوت مثلا شما دیتا ساینس رو آورد، دیتا آنالیسیس رو آورد و خود بحث مارکتینگ و هر کدوم سخته ولی اوکی. مولتی سلکت بود دیگه، درسته؟ نه نبود. همه دقیقا به یک متفاوت زنید. یه سوالی ساختار کنید با شما رو بحث پروداکت منیجمنت تیپس دمینیسیو رو میگید؟ برای یعنی کلا میخوام مدیریت محصول. حالا مدیریت محصول الزاما نه از جنس مدیریت کردن محصولی که تعریف شده، از جنس راه اندازی یک محصول استارتاپ، هر محصول ساده‌ای که میشه راه انداخت و مدیریتش کرد. چون من تو ذهنم این بود که مثلا میتونستیم حالا بازی آیدیای شما باز استاد بهتر می‌دونید، مثلا ما میتونستیم مثلا بگیم یه مبحث مثلا به نام مثلا برای مثال تو مثلا رودمپ مثلا تاپیک رودمپ، یا یکی مثلا بیاین در طرف اینکه چجوری دولتمندی‌ها رو انجام بدیم و معمولاً تجربه افراد دولتمندی‌ها چجوری چیزی مثلا تاپیک‌ها رو یکم خوردش کنی حالا چون مثلا خود اجایل میره توی مسیر کلیه دیگه که من میدونم که هر کدومشون یکی از این دامینن واقعا چیزی که برسه دقیقا یه از دامینن و واقعا ته ندارم، ولی خب میشه تو خود پروداکت منیجمنت خود اسکیل پروداکت منیجمنت میشیم بازم فشار موافقم. خب و اسلاید بعدی الان باید تغییر کنیم براتون اسلاید دیگه در رابطه با اینکه این جلسه چطور بودش. اگر که نکته‌ای هم دارین در رابطه با اینکه اصلا این مدل جلسات چطوری باشه، میتونید تو این زمانی که باقی مونده بگید. و ایمیل هاتون رو هم اگر که توی بخش چت بذارید که من بتونم یک راه ارتباطی داشته باشم که بر جلسات بعدی رو هماهنگ کنیم. خب ممنون از همگی. اگر که نکته دیگه نیستش که این جلسه اول رو تموم کنیم. مرسی امروز جان، به نظرم خیلی جلسه خوبی بود و نکته مثبتش هم واقعا اینه که تعامل توش بیشتره، حالا نمیدونم چون آنلاین بودنشه یا چون تو جلسه های در حقیقت پروداکتی که مثلا اسنپچت برگزار میکرد یا حالا یه جورایی توی سایکل میکس هم ما یکی دو بار برگزار کردیم، یه طرفه میشه و دقدقه ها
تجربه های مقدار کمتره. من خیلی دوست دارم اینا واقعا ادامه پیدا بکنه، واقعا بچه‌ها رو بتونیم تجربه ها رو با هم به اشتراک بگذاریم. مرسی که زحمتشو کشید. خواهش می‌کنم. ممنون از همه که شرکت کردن و نظراتشون گفتن و از تجربه شما هم استفاده کردیم. اتفاقا من گفتم دست در نکنه، دست بقیه دوستان تشکر میکنم، دست همشون در نکنه. چیزی که جواب گفت دقیقا درست، تعامل و انتقال تجربه مهمترین بحث جلسات واقعا باید باشه. ما بتونیم یاد بگیرن دوستان و تجرباتشون رو آشنا بشیم و بتونیم در مسیر خودمون استفاده بکنیم و من خیلی لذت بردم. ممنون از شما. متشکرم از همه. من یه پیشنهادم بدم در انتها، ببخشید من هی گفتم یادم نمیاد. من گفتم که اصلا یه روز اگه ممکنه یه جلسه تاپیک بذار و کلا در مورد شکسته صحبت کنیم، این خیلی جذابه. من قبلا تجربهشو داشتم. کلا تاپیک اینه که آقا شکستایی که تو مدت محصول خوردیم چیه، یعنی هر کس تجربیات خودش رو بگه. بسیار جلسه قشنگیه جلسه. بله یادداشت کردیم. خب مرسی از همه. اگر که نکته دیگه ای نیستش که تمام کنید جلسه. فقط ایمیل ها رو هم بدین دیگه، چون من راه ارتباطی دیگه ای ندارم با شما و دیگه خودتون باید پیگیری کنین اگر ایمیل ندین، چون من فکر کنم کمه الان ایمیل ها. 6-7 تا ایمیل دارم، 9 نفر هستم در جلسه. خودتون حساب کردی با آقای علی؟ آها آره اوکی. جوادم داد. مرسی بچه‌ها، متشکرم از همتون. خیلی خسته نباشید. قربون شما، متشکرم. خداحافظ شما. خدا نگهدار. خسته نباشید. مرسی. خداحافظ. خسته نباشید. خدا نگهدار. متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. نه خب